قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. دوم دبستان از روستای کوشک سوال بپرسه و ایشون هم جواب میده و انشالله شما مستمع میشید. البته من با اجازه از عزیزانی که هستن سوالاتی رو طرح شده من میپرسم و زمانی که من سلام دوم تمام شد رفتم بیرون پشت کولر ایستاده بود. جالب مهمان ویژه ما ظاهرا وقتی مهمان رو دعوت میکنن با حالت خاص از اون استقبال میکنن، ولی در عین ناباوری من ندیده بودم ایشونو. بغلش نماز بستم، بعد پرسیدم از آقای درویش نه پس مهمان ویژه؟ گفت همینی که بغلت ایستاده پشت کولر. خیلی جالب بود. خدا قوت و از مجاهدین آینده خواهد بود. خودشون معرفی کردن. من اولین سوالو چون سنش هم خیلی که من فکر کردم شاید دوم دبیرستانی باشه به این شکل. اولین سوالی که اینجا طرح شده، کافری که اسمش در قرآن اومده کیه؟ تبت یدا ابی لهب و تب. جواب قرار آیه قرآن بگه. ابی لهب میگه اسمش در قرآن اومده. میتونه درباره ستاره یه آیه بخونی؟ و النجم الشجر یسجدان. احسن. ستاره در سوره مبارکه رحمان این آیه رو انتخاب کردن. در مورد وضو یه آیه میتونی بخونی؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. بارک الله فیک. فکر نکنی تهران بوده ها کلاسای ویژه کوشک. من که برای اولین بار این روستا رو شنیدم. کلاسانی آنچنانی هم نداشته و این توفیق و فضل خداوند نسبت به بندش. حضرت نوح علیه السلام چند سال زندگی کرد؟ فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. 50 عاما. احسن. میدونید سسترین خونه چیه؟ ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. احسن. در سوره عنکبوت سسترین خانه چیه؟ عنکبوته که توی انشالله عید نزدیکه و خونه تکونم میدونید که خیلی ضعیفه. احسن. آیه‌ای که خداوند به جان پیامبر قسم میخوره، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. قسمی که خورده شده. به نظر شما خدا شبیه چیه با این سن کمت؟ لیس کمثله شیء. احسن. هیچ چیزی مثل خدا نیست. حالا ما بچه‌ای که تشبیه می‌کنیم تو کلاس‌ها میگه لیس کمثله شیء. هیچ چیزی شبیه به خداوند نیست و ذات یگانه است. بدترین صدا چه صداییه؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدای حمیره. باهاش با این صدا آشناست در روستا. یکم شهر هم حالا من شهردم قرآنی دیگه. حالا میگه ما هیچ اینجایی که هستیم نه قرآن حفظ کردیم. حالا من چون گفتم وقت کم. اصوات لصوت الحمیر، خداوند گفته زشترین صداها صدای الاغه. احسن. عاقبت کسی که خدا را در زندگی فراموش میکنه چیه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. سبحان الله. کسی رو گردن میشه از خداوند میگیر و بعد اون سخت میگیریم قیامت او محشور میشه. سبحان الله. شیطان چگونه حضرت آدم رو وسوسه کرد و چه گفت؟ فوسوس الیه الشیطان وقال یا آدم هل ادلک علی شجرة و ملک لا یبلی. این که مشخص بود دیگه نه؟ 3 صفت از صفات انسان میتونی بیان بکنی که تو کلام خدا اومده؟ کان الانسان عجولا خلق الانسان علوا خلق الانسان ضعیفا. 3 حالا خلق الانسان ضعیفا و کان الانسان عجولا، واقعا عجلم میکنه، و خلق الانسان هلوعا. 3 صفت از صفات انسان. خداوند درباره پدر و مادر که ظاهرا پدرت هم در جمع هست، خیلی پدرتو دوست داری؟ آره؟ پس احترامش هم میذاری دیگه نه؟ چون توصیه چیه؟ خداوند آیه‌شو به من بگو. خداوند درباره پدر و مادر چی میگه؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قول باباش افم بهش نگه چون خدا دستور داده دیگه. نه؟ احسن. چگونه باید مردم رو به دین اسلام دعوت به مجاهد آینده میخوای بشید؟ سخنران مبلغ میخوای بشی؟ چه کار میکنید؟ ادعو على سبیل ربک بالحکمة و موعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن. بله چقدر زیبا. اگر میخوای دعوتگر بشی باید دیگه حکمت داشته باشی. به سوی خدا باید حکمت و موعظه نیکو و زیبا مردم دعوت. این عزیزانی که توی مسجدن قرآن میخونن، میخوای بهشون بگه هنگام که میخوان قرآن بخونن با چه کار بکنن؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. احسن. پناه ببرید. میگه موقع کلام خدا میخواید بخونید از شیطان پناه تا وسوسه نشید. قرآن دست گرفتید، امامم داره میخونه، رفتید تو بازار، شیطان هم زرنگه، هی یک پا میکنید. این کوچکتر از ماست، بزرگ مرد آینده است. میگه اینو بگید تا از شیطان دور بشید. در مورد حضرت ابراهیم میتونی یه آیه بگید؟ ان ابراهیم کان امة قانتا لله من الشیطان الرجیم. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. من المشرکین. احسن. خب چشش نزنید، ولی این پناه به خدا برده، حفظ میشه انشاءالله. احوال مردم در روز قیامت، اینا جمع شدن، ما همگی ما جمع شدیم، از خدا بخشش گناهان رو میخوان و روز سختی در پیش داریم. مرحله اون دنیا با مردن ما در قبر شروع میشه. میدونه از احوال مردم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. از روز قیامت به تصویر میکشه خداوند که از بعد روز سختی نفسی انسان از پدرش قرار میکنه که شاید پدرش بگه من پدرت بودم یه حسنه به من بده، کم آوردم. از مادرش قرار میکنه، از همسرش، از اولادش، از نزدیکانش. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی سرش رو گرفته مشغول خودش. سوالات ازت میپرسیم الان و تو با قرآن دارید جواب میدید. آیا قرآن یاد گرفتن سخته؟ لقد یسرنا قرآن الذکر فهل من مدکر. لقد یسرنا قرآن الذکر فهل من مدکر. قرآن میگه ما قرآن رو آسان و میسر قرار دادیم، کسی هست که ذکر بکنه با قرآن؟ چقدر زیباست. این همش جواب قرآنی داره میده. هنگامی که مصیبتی به کسی میرسه چه باید بگه؟ انا لله و انا علیه راجعون. فکر نکنید راحته ها جلو این همه جمعی که اینجا به عنوان مجری هستن من میترسم، این هم داره چشم نگاه میکنه ببین، ولی این سخته واقعا. توفیق دیگه. خب حالا اینجا نشستی خودت، قلبت هم آروم گرفته. خدا در قرآن چی گفته؟ چه کار کنیم تا قلبمون آروم بگیره؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. حالا سوال علمی هم بپرسیم دیگه، نه؟ آیا دریای شور و شیرین، این بحثی که جناب شیخ هم داشتن ها، آیا دریای شور و شیرین به هم میرسن؟ ماذا بعدین یلتقیان. آب دریا چی قاطی میشه؟ بینهما برزخ لا یبغیان. صحبت دیشبی ها مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. پیشرفت علم اینو ثابت کرده که دو تا آب شور و شیرین، یا آب شور و یک کمی شوریش کمتر باشه، یه لایه آب بینشون هست که نمیذاره این آب بر این آب طغیان بکنه. اینا اروپایی ها و دانشمندای غرب و اروپا این آیه قرآن رو تفسیر کردن. اما مرج البحرین یلتقیان، بحرین اصلا حسین نیست، دو تا آبه. یک آیه درباره علما میتونید بگید بخونی؟ انما یخشی الله من عباده العلماء. عباده العلماء. احسن. باید علم باید بدونیم، علم دین و علم دنیا، اگر میخوایم خشوع خدا نصیب ما بشه. سوال بعدی رو بپرسیم.
یک آیه در مورد خورشید میتونید بگید؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. خورشید میدن دنبال قرارگاهش اونجا که قرار میگیره. داستانم میخونید، داستان حضرت سلیمان در نامه‌ای که نوشت به ملکه بلقیس بود، نه؟ بلقیس چه نوشت؟ اول نامش چی بود؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلوا علی و اتونی مسلمین. این نامه حضرت سلیمان به ملکه سبع است، بلقیس. انه من سلیمان، ابتدای نامش اینطوری نوشته بود. قرآن چگونه کتابیه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هیچ شکی توش نیست، هدایتگر برای انسان‌های متقین. خب برگردیم به سیرت حضرت رسول. در قرآن بعد از فتح مکه و شکستن بت‌ها پیامبر کدوم آیه رو خوند؟ قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقتی که پیامبر مکه رو فتح کرد، یه چوبی به اندازه یک گز دستش بود میزد تو شکم نزدیک به 360 تا بت و بت‌ها رو سرنگون میساخت و این آیه رو میخوند قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. او حق آمد باطل نابود شد، باطل نابود شدنی است. احسن. درباره جهنم صحنه بس دیگه. جهنمیان چی میخورن؟ لیس لهم طعام الا من ضریع. لیس لهم طعام الا من ضریع. ضریع یک بوته خارداره که وقتی گشنشون میشه از اون بوته خاردار بهشون میدن، تو این گلوشون این سیخاش گیر میکنن. زقوم دوباره یک نوع غذاست، جوشه که این شکمبهشون و معدهشون و رودشون همه در هم هست. قیامت چه روزیه؟ الناس رب العالمین. قیامت چه روزیه؟ روزی که مردم در محضر عدل الهی قیام میکنن برای اینکه در پرونده هاشون خداوند نظر بکنن. یوم یقوم الناس لرب العالمین. همه سرشون انداختن پایین. خداوند میگه لمن الملک اليوم، امروز مملکت مالکیه. تو دنیا فکر میکردی که مالک دنیا هستی، اما اینجا دیگه کسی نیست. حتی فرعون هم جواب نمیده. لمن الملک اليوم، فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، اونجا سرش میندازه پایین. وقتی خداوند جواب نمیشنوه خودش جواب خودش میده، میگه لله الواحد القهار. خدا به بهشتیان چی میگه؟ قلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بخورید و بنوشید، نوارای شما باشد به خاطر اعمال صالحی که در دنیا انجام میدادید. این پاداش داره. این پاداش که جناب شیخ هم گفتن، خود جای چه کسیه این بهشت؟ ذالک لمن خشی ربه. ذالک لمن خشی ربه. بارک من الله. خشی رب خشیت خدا و پروردگارش داشته باشه. آیا همه مردم مساوی هستند؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسانی که میدانند مساوی هستند با کسانی که نمیدانند؟ برابر نیست. آیا قرآن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هل یستوی الاعمی والبصیر؟ احسن. حالا چگونه دعا بکنیم؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یکی از انواع توسل سه نمونه است. توسل شرعی، توسل به اسماء حسنا و صفات اولای خداوند. وقتی میخواید دعا بکنید باید اول اسماء خدا رو پیش بکنید. عزیز ما خون ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. یا حی یا قیوم یا رحمان ارحمنی یا ارحم الراحمین ارحمنی یا غفار اغفرلی. اول اسما رو پیش میکنید، بعد متوسل میشید به اسماء پاک خداوند. دومین توسل به دعای صالحین در حیاتشون. اگر کسی قلبت آرام گرفت که این میتونه دعای خیلی برات بکنه و دلت آرام گرفت که این دعاش مستجاب میشه، برو پیشش بگو به درگاه خدا برای من دعا بکن. عزیزی به من یادداشت داره که بله برادر شیلا یکی از پیشاوندانشه در اتاق عمل در حال کماست، عمل پیوند عضو شاید انجام میشه، گفته محتاج دعای خیر شماست.
تا براش دارم خدا شفا کنه. او همه بیماران خدا شفا بده. همه بیماران خدا شفا بده. احسن، جزاکم الله خیر. عزیزان، آیا شنیدید که یک خواننده سکران مست و عروسی داری میکنه؟ زنها و دخترها و مردان همه مست و سکران دارن میرقصن. کسی بیاد به خواننده یادداشت بده که بچه‌م تو کماست، تصادف کرده. جناب آقای خواننده، یه دعایی بکن تا او را چرا پناه می‌آورند به خانه خدا، حفاظ قرآن برای دعا. آیا شنیدید کسی از یک معتادی تقاضای دعا بکنه برای از یک ظالمی؟ چرا اصلا شما مستجاب دعا نباشید؟ چرا خودتون مستجاب دعا نباشید؟ پاک باشید، با تقوا باشید، خوشنیت باشید، خدا دوست باشید که وقتی دست بلند کردید برای خودت، برای همراهت، خدا جواب بده. و توسل سوم، توسل به عمل خیر خوده. یه جز قرآن خوندی دست بلند کن، خدایا اگر این یک جز منو خالص برای تو بود، خودت میدونی از نیتم، از من قبول کردی، مشکل منو حل کن. اما توسل به مرده یا به انسانهای صالح بعد از حیاتشون در فرهنگ و عقیده دینی ما نیست، نه در قرآن هست و نه در سنت. اون توسل بدعیست، دست به در و دیوار کشیدن، دست به درخت کشیدن، پارچه به درخت بستن، از قبر چیزی طلب کردن. اونا زیر یک مشکاب خودشون محتاج رحم خدا هستن. از عزیزان عقیدتون رو صاف بکنید، ناب بکنید. چه کسانی به جهنم میرن؟ لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولی. سبحان الله. با آتش جهنم کسی داخل نمیشه مگر این که اشقا باشه، سنگدلترین، با خدا و رسول خدا و قیامت رو تکذیب بکنه. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولی. و به خدا پشت بکنه راه خدا. چه درسی داره ما میدهیم؟ محمد عزیز 8 ساله دنیا بهتر محمد یا آخرت؟ والآخرة خیر و ابقا. والآخرت خیر و ابقا. آخرت برای شما بهتره و ماندگارتره. نام 2 کتاب قبل از قرآن میتونید نام ببرید محمد؟ صحف ابراهیم و موسی. صحف ابراهیم و موسی. احسن. حالا بین این اسم پیامبران دیگه آوردید، بهترین دین پیش خدا چه دینیه؟ ان الدین عند الله اسلام. بارک الله فیک محمد. ما هم که دین برگزیده خدا دین اسلام هست. چه کسی در آخرت شاد و راضیه؟ و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. الله اکبر. یه کسی که ترازوش سنگینی میکنه از اعمال صالح و کارهای خوب، فهو فی عیشة راضیه، او در روز قیامت در زندگی رضایت بخش قرار میگیره. با چه شهامتی میکنه. اگر چیزی ندونستین از کی بپرسین؟ واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر چیزی نمیدونید اهل ذکر سوال بکنید، اهل علم، اهل تخصص اگر نمیدونید. از ستاره و خورشید من پرسیدم، حالا حق ما هم ادا بکنم. یک آیه درباره ما هم بخون. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سنت کم محمد؟ من از الگوت کیه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. سنش کم الگوت کیه؟ میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در رسول خدا صلی الله علیه وسلم الگوی حسنه هست برای شما که بهش اقتدا بکنید. درباره بهترین مردم نظرت اینه که اونی که بهترین لباس کلتره، اون که مال زیاد داره، چیه نظرت؟ بهترین مردم نزد خدا چیه؟ نه اکرمکم ان الله اتقاکم. این اکرمکم عند الله اتقاکم. یا سنجش در اسلام فقط تقوا و پاکی است. درباره جن هم شنیدی؟ جن؟
جن شنیدی یا نه؟ اعوذ بالله من الجن. چرا خدا انسان و جن آفریده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت ما اريد منهم من رزق. ادامه بدم یا بس؟ ادامه بده. درباره آب یه آیه بخون. خوابیدی یا نه باباش؟ من جد و جد هر کسی وقت گذاشت اینطوری میشه. یه بچه 8 ساله اگر من تو 50-60 سالمونه به اندازه یک بچه 8 ساله ندونیم نتیجه همین میشه که بسم الله مونم درست نمیدونم، سوره هم نمیدونم چون وقت نگذاشتم. من جد و جد هر کسی وقت گذاشت. چقدر پدرش سربلنده این روز. این بچه کوچک رو دعوت کردن شما عبدالرحمن تنزاده کوه بدو اسم شنیدید؟ اون حافظی که تو 28 روز حافظ کل قرآن شد زمان شیخ شهید رحمت الله علیه. وقتی دعوتش کردن یک بچه روستایی دعوتش کردن بندر عباس تو نماز تراویح اگه اشتباه نکنم خیلی از علمای شیعه و سنی و مسیحیون همه بودن. هر کسی قرآن باز کرده و سوال میکرد از این بچه 15 ساله 14-15 ساله که تو 28 روز حافظ کل قرآن شده. عجب حافظه‌ای داشت. دوستاشون راه ماشین نیست ولی همین وقتی که آمد سوال کردن بعد یکی که از علمای تشیع یک آیه رو یه سوره آخر سوره خوند گفت دنبالش بخوند. این نوجوان هی نگاه به این طرف هی نگاه به این طرف. شیخ دلهوره داشت شیخ شهید رحمت الله علیه شیرزایی که مبادا بگی که بلد نیستم. بعد گفت این پایان سوره است. بعد رو کرده اون عالم شیعه گفت این سیاست ایرانی ها می‌خواستی این بچه رو دست بندازید. بالاخره اون جمع یک تقدیری گفتن. همین بچه روستایی تو اون کوهستان سبب شد به احترام قرآن. شیخ زیایی 2 بار با الاغ اگر عکسش رو دیدید با الاغ از اون 4 پا از اون بالای کوه میاد پایین 2 بار رفت که دیدن همین بچه تو اون کوه بدید. ارزش آدم به عقلشه. درباره آب یه آیه بخون محمد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما هر چیزو حیات بخشیدیم از آب. وجعلنا من الماء كل شيء حي. آب مایه حیات مادی است. آیا من اجازه دارم یه یتیم رو اذیت بکنم؟ درباره یتیم یه آیه درباره یتیم یه آیه بخونید. فأما اليتيم فلا تقهر. اما یتیم فلا تقهر. یتیم و سرزنش نکن. از چه چیزی به خدا پناه ببریم؟ من شر ما خلق. از شر چیزی که شر درش هست. شر ما خلق. حالا این همه نگات میکنن یه چیز از خدا درخواست بکن. چه از خدا درخواست میکنی؟ اهدنا الصراط المستقیم. بگید آمین. آمین. یه بار دیگه بود اگه بخوای یه چیزی برای این دوستان این مردمی که همه ایستادن از خدا تقاضا بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم. آمین. چه دعایی براتون کرد؟ اهدنا الصراط المستقیم. اگه انسان به راه راست رد شد همه چی داره. دنیا و آخرت داره. سلامتی و تندرستی و همه نعمت‌ها در اختیارشه. ولی اگر راه کج رفتید همه توانت برباد. خدا کیه؟ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله کیه؟ الذي خلق السماوات. ربكم الله الذي خلق السماوات. رب شما اللهی است که آسمان ها و زمین ها رو آفریده. خدا کجاست؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. سبحان الله. با چه جدیت و قاطعیتی میگه اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اگر بندگان از من پرسیدم که من کجا، من نزدیکشونم. من نزدیکشونم. اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. درباره پیامبر خودمون، پیامبرمون کیه؟ پیامبر کیست؟
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. دیگه پیامبر پدر یکی از شما نیست، بلکه رسول خداست و خاتم النبیینه. اولین سوره‌ای که نازل شد یا اول آیه‌اش، اولین سوره‌ای که نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق. انسان از چه چیزی آفریده خداوند؟ خلق الانسان من علق. ماده خلقتت علقه. علق همون قطره آبه، نطفه است. خستش هم کرد. یه سال دیگه خسته نمیشه، شیطان خسته شده. ساعت از مدار سبقت میگیرید. ساعت 20 دقیقه شده. قرآن کی نازل شد؟ اقرأ. قرآن کی نازل شد؟ این انزلنا فی لیلة القدر. بله، قرآن جملة واحده در شب قدر نازل شده به آسمان اول. از اونجا دیگه در 23 سال طبق حوادث چه آیه نازل شده. لیلة القدر چیه؟ خیر من الف شهر. لیلة القدر بیش از 1000 ماهه. الف شهر 1000 ماه. احسن. یعنی 83 سال. عجیبه. یعنی یک شب اگه نصیبتون بشه عمر معنویتون 83 سال و 6 ماه افزایش پیدا میکنه. اگر کسی 5 تا شب قبل نصیبش بشه، کسی دیدید تو زمان خودمون 400 سال عمر بکنه، 5 تا شب قبل نصیبت بشه، دعا بکنید امشب یکیش باشه. از سلام امشب یکی از شبهای قبل و شما تو این جمعید 5 تا شب قبل نصیبت بشه تو 5 سال 5 تا 83 سال حساب بکن 415 سال عمر معنوی افزایش پیدا. خب محمد چه لباسی رو دوست داری؟ و لباس التقوی ذلک خیر. الله اکبر. میگه این لباسی که تنمه نه تن آدمی شریف است به جان آدمی. میگه لباس تقوا باره که خیر. اون لباسی رو میخوام که لباس شرم و حیا و تقوا باشه، نه این لباس فقر. اون لباسی که عورت هم به پوشونه، شرم و حیای واقعی. خیلی های لباس میشیدن ولی عورتشون مکشوفه. و لباس تقوا ذالک خیر. لباس شرم و حیا و تقوا اون لباس خیره. چه درسی داره ما میده؟ به عنوان آخرین سوالم جناب شیخ اجازه بده، روز قیامت نامه عمل دست راستت میدن، چی میگی؟ فیقول ها اقرؤوا کتابیه. سبحان الله. اما من اوتی کتابه بیمینه. کسی که خدا کتاب و اعمال نامش دست راستش میده، روز قیامت در دشت محشر صدا میزنه، فریاد میزنه، کسی ازش سوال نمیکنه تو کتابت چطوری تحویل دادم. ها اقرؤوا کتابیه، من قبول شدم، با معلم نیست قبول شدم. نگاه بکنید کارنامه من، نگاه بکنید. ها اقرؤوا کتابیه، کسی ازش سوال نکرده. ولی انسان وقتی مردود میشه خودشو پشت درخت و اینجا و اونجا، حتی دولتی اگر بچه اون چه چند تا نمره بیفته بار په خونه نمیاد، کارنامه‌شو پاره میکنه، قهر میکنه، ناپدید میشه، متواری میشه. یک کسی ازش سوال کنه معدل چند بود؟ قبول شدی؟ دست دیگه سوال ازش نپرسید. خیلی ممنون پسر دارم. اینا همه پدرش یادش داره. پدرش هم چه شیخ الاسلام نیست، دانشگاه اسلامی مدینه هم نرفته، یک کارگر ساده است. خیلی از سرمایه‌دارا فکر میکنن ماشین و موتورسیکلت و امکانات مادی برای بچه هاشون فراهم بکنن، طلا و نقره، و فکر کردن که خدمت به بچه هاشون کردن. بله عزیزان، این هم یک فتح البابی است، انگیزه در ما و شما و بچه های ما و شما ایجاد میکنه. من از خواهرها خیلی معذرت میخوام که حواسمون نبود اونجا تلویزیون بذاریم که
پخش مستقیم اونجا بشه و خواهرها هم ببینن. ولی این فیلمش انشاءالله چه تکثیر میکنیم میدیم خواهرها، اون هم بندگان خدا هستن. عزیزان و سروران، اگر ما بخواهیم برنامه داشته باشیم، وقت بذاریم، از خدا هم بخواهیم، الان شما همین سرمایه‌دارایی که تو این جمع هستن که خدا بهشون مال داده آرزو میکنن کاش که این بچه‌شون بود، ولی فرقی نمیکنه، این هم اولاد ماست. هر فرزندی اولاد ماست و هر پدری پدر ماست، حق پدری برگرد، و هر برادر مسلمانی برادر ماست و هر مادری مادر ماست و هر دختری دختر ما و شماست. از این که دعوت رو پذیرفتید، این همه راه آمدید، اصلا تشکر میکنم. قربان شما. گلم از طرف جمع به محمد. صحبتی ندارم. شما صحبتی چیزی ندارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشحالم از اینکه تونستم امشب در جمع شما عزیزان باشم و تبریک میگم به همه شما زنده کردن این کتاب. خیلی ممنونم از حضور باشکوه. این خیلی ناخلاصی محمد، این هی در آورده تو اون چش هی میزنه میگه اینجا نگاه کن، همین ریستا میدی که بغلشه تو موبایلشه. چه روحیه ماشاءالله داره. قربان محمد جان، نمیریم و ببینیم انشالله یک مجاهدی شده بالاخره و بچه های شما همه انشالله. یالا دیگه تصمیم بگیریم، بزرگترام تصمیم بگیرن. جزاکم الله خیر. به نماز میستیم. دوستانی که قبلا داخل سالن بودن برن بیرون، یه دوستانی که بیرون بودن بیان داخل. یالا همجا بسن.